السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سوال این است که فرق بین جین و شیطان چی فرقی هست و دیگر که هست بعضی کلانترهای شیطان که عفریت میگن اونها چی معنی دارن؟ آیا فرقی هست بین جین و شیطان؟ چقدر که در سوره کهف الله پاک فرمودگی هست که آیت 5 است: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم الا ابلیس کان من الجن ففسق عن امر ربه. یعنی که ابلیس بود از جن، پس نافرمان برداری کرد، کجروی کرد از امر پروردگارش. اینجا فهمیده می شود که ابلیس یعنی که هم شیطان از جن هست، از جنس جن هست، اما سرکشی کردگی هست، اونا شیطانش میگن. حافظ ابن کثیر هم در تفسیر گفتگی هست که جمعی شیطان از کلمه مشتق شدگی است که از دور بدن هست، یعنی که از امر پروردگار دور باشد و فرمان برداری کرد، اونا شیطان میگن. به همون خاطر این نیست است که شیطان تنها از جن باشد، از انسان هم شیدنش ممکن هست. چخیل در سوره ناس میفرماید که الله پاک پناه ببر من الجنت و الناس، از جن ها و انسان ها، چون که از اونها شیطان شدن میتوانند. در این موضوع قول ها زیاد هست. هر چیزی که در همین دنیا که جن هست، یکی ملائکه هست، یکی انسان هست، و از انسان ها را میتونن در صف شیطان ها باشن، از جن ها را میتونن در صف شیطان باشد. هر نفری که فرمانبرداری الله میکند اون از شیطان حساب میخورد. یعنی که همین جن، همین شیطان ها از جن هستند، مگر به اعتباری که کافر شدن همونهاش شیطان نام بردن، آنهاش که مسلمان بودن اونهاش چی جن گفتن، برادرای جن میگن. پیامبر صلی الله علیه و برادرای شما چی جن، یعنی که مسلمان هم هستند. حافظ ابن حجر اسقلانی در فتح الباری میفرماید که در حدیثی که درباره جن آمدگی هست، بسیار حدیث آمدگی است، اثبات وجود جن هست. جن ها و شیطان ها هستند در دنیا، به خاطری که هر دوشون یک چیز هستند. میگه همه جن و شیطان یک جنس هستند، اما دو گروهش کردن به اعتبار کفر و ایمانشون. مثلا این یک انسان هست، یهودی هست، نصرانی هست، مسلمان هست، همش یک جنس انسان هستن، اما اونش یهودی میگن، اونش مثلا که یهودی و نصرانی میگن، ایش مسلمان میگن. به همون خاطر جنس انسانشون یک است، اما دین هاشون، رویه هاشون و از روی کفر ایمانشون فرق دارن. ابن حجر اسقلانی میگه همین خیلی فرق دارد، یعنی که کافرهاش شیطان میگن جن ها را، و مسلمان هاش برادرای مسلمان جن میگن. اما مسلمان های جن شیطان گفتن نمیشد، به خاطر که هست آنها از امر پروردگار سرکشی نکردند. و امام رازی هم در مفاتیح الغیب میفرماید که صحیح همین است که شیطان قسمی از جن هست، اما انسان همون جن هایی را که شیطان گفتن شد چون که از ایمان نیاوردن کافر شدن، اما قسمش که ایمان آوردن آنها را جن میگویند و شیطان نمیگویند، برادرهای جن میگن، چون که از آنها مسلمان هستند. از جا فهمیده شد که انسان هایی را که اگر که سرکشی میکنن از امر الله و خلاف امر الله میکنن، آنها را از شیطان حساب میخورن، آنها را یک وسوسه و یک گمراهی مردم میاندازن. اما انسان هایی که مثلا به امر الله و طاعت الله به جا میارن و پیروی میکنن از گفته الله و رسول خدا صلی الله علیه و آله، آنها را برادرهای مسلمان های برادر میگن. اما جن ها را همین خیل، جن ها را از آنها کافر هست و مسلمان هست. کافرهاش شیطان میگن، مسلمان هاش جن نام میبرن، یعنی که برادرهای جن، یعنی که چون که از آنها مسلمان هستن. والله اعلم و علم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.